سری کارای ما رو انجام میدین که طلاقمون راحت‌تر انجام میشه. ولی من بین شما یه عشق علاقه خاصی میبینم. بیا. خانم من معذرت میخوام، ما الان 30 40 سال داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، خودمون بین خودمون عشق علاقه ندیدیم. شما الان تو 10 دقیقه چجوری عشق بین ما رو دیدین؟ شما یه نگاه به همسرتون بندازی. یه 30 40 سالی دارم نگاهش میکنم، چیز خاصی ندیدم که الان ببین. میبینی؟ فوش هم بده من لذت میبرم. داره میگه فوشم بهم بده من لذت میبرم. خب این مشکل داره. ببین من 30 ساله با کی دارم زندگی میکنم؟ از تو چه سنی ازدواج کردی به من میگی؟ من مجردم، هنوز ازدواج نکردم. من معذرت میخوام، میتونم بپرسم چند سالتونه؟ من 37 سالم. 37 سالتونه؟ تق نترس. چششون نمیزنن، چش منم شور نیست. من نمیفهمم خانم این مسخره بازی یعنی چی؟ کی اصلا به شما مجوز داده بشینی اونجا در مورد دردی که خودت حس نکردی بر من نسخه بپیچی؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم. یکم آروم‌تر گفتم. شوهر منو گرفته. خانم کارتون واقعا زشته. من نمیفهمم. خانم من مراجعه کننده دارم. برو از سرچشمه شوهر واسه شما در نمیاد. خودتو خسته نکن. ایرادی نداره، این طبیعیه. نصر بگی. سویچ میخوام چی کار؟ سویچ ببینی پاشو ببین. برو ماشین رو گرم کن میامم. ماشین نمیخوام بشینم، پاشو دیگه. هنوز که جدا نشدیم که، هنوز داریم با هم زندگی میکنیم. دیدید گفتم بینتون عشق میبینم.